الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما شما در درس چهارمی رسیدیم که تعهدات لا اله الا الله هست. بعد از اینکه ارکان لا اله الا الله را فهمیدیم که کلمه لا اله الا الله دو رکن داشت. رکن اولش چی بود؟ رکن اولش چی بود؟ رکن اولش ای که نفی تمام معبودان باطل نفی بکنیم و اثبات استحقاق عبادت فقط به الله سبحانه و تعالی. این رکن اول بود. رکن دوم کلمه طیبه چی بود؟ رکن دوم کلمه طیبه که تمام قانونسازای باطل نفی بکنیم که اینا قانونسازای باطل طاغوت میگن. این قانونسازای باطل کلش نفی بکنیم و فقط اثبات بکنیم. چی را اثبات بکنیم؟ که حق تشریع که است و تعیین احکام که است این فقط مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. این دو رکن لا اله الا الله بود که ما شما درس قبلی خوانیم. در ارکان لا اله الا، در شروط لا اله الا الله ما شما خوانیم که در شروط لا اله الا الله العلم والیقین والقبول. سه شرطش چی بود؟ علم بود، یقین بود، قبول بود. والانقیاد و فدر ما اقول. چهارمیش انقیاد بود و پنجمیش چی بود؟ که والصدق والاخلاص والمحبه. صدق راستی بود، اخلاص بود و محبت بود. وفقك الله لما احب. پس ما و شما این فهمیدیم که 7 شرط لا اله الا الله چی بود؟ علم بود، یقین بود، خب علم بود، یقین بود و چی است؟ قبول. یاد ما میره علم، یقین و قبول. چهارمش انقیاد و تسلیمی. پنجمیش صدق. ششمیش اخلاص. هفتمیش محبه. اینی 5 محبت. اینی 7 شروط لا اله الا الله بود که ما شما خوانیم. امروز نوبت میرسه به تعهدات لا اله الا الله. این بسیار آسان است. وقتی که انسان مسلمان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، یک کسی از شما پرسان میکنه که خب ما یک کسی مثلا 50 سال، 40 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال کافر بوده و اینا رو وقتی که شما میگیم که مسلمان شوه کلمه بخونه چی معنی؟ ما میگیم برشان به خاطر از وقتی کلمه که میخونه سابق مثلا ارکان کلمه را نمیفهمید، در وجود از نبود، بنابراین یک کافر بود. شروط کلمه در وجود از نبود، یک کافر بود و دیگه با الله تعهد نداشت. قانون یهود، قانون نصارا را، قانون روس، قانون جرمن ایران را قبول میکرد. پیشش بت پرستی و موش پرستی و حیوان پرستی و قبر پرستی کلش یک چیز بود. عالی انسان متعهد است با الله. این تعهد میکنه وقتی که لا اله الا الله میگه، در حقیقت که الله تعهد میکنه که ما اینی 3 چیزم یا الله 100% قبول دارم. اینا وقتی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله باید بفهمه که ما به امرای الله سبحانه و تعالی 3 تعهد دارم. تعهد اول چی است؟ که یا الله ما تعهد میکنم که تمامی عبادت ها را فقط به نام تو انجام بدم. پس وقتی که میگیم لا اله الا الله یعنی که به الله تعهد میکنیم که یا الله ما تعهد میکنم که تمام عبادت ها را خاص به نام تو انجام بدم و مخلوق را در عبادت شریک نمیسازم. هیچ اینا ما عبادت ها را، پس ما تمام عبادت ها، چه عبادت های بدنی باشه، چه عبادت قلبی باشه، باز ما شما این باز میخوانیم که عبادت ها مثلا عبادت های فکری هست، عبادت های قلبی هست، 2 3 قسم عبادت های بدنی هست، 4 قسم عبادت های زبانی هست، 5 قسم عبادت های مالی هست، 6 قسم عبادت های تشریعی و تقنینی هست. بناهن همین 6 قسم عبادت برای الله تعهد میکنیم که من یا الله این 6 قسم عبادت خاص برای تو میکنم و کسی را در عبادت تو شریک نمیکنم. تعهد دوم چی است؟ تعهد دومی است که انسان مسلمان تعهد میکنه که یا الله من تعهد میکنم که فقط از شریعت و احکام تو اطاعت میکنم. این تعهد است. یا الله من تعهد میکنم که فقط از شریعت و احکام تو اطاعت میکنم، بالای خود و زیر دستان خود احکام و شریعت تو را تطبیق میکنم و قانون طاغوتان را نه قبول میکنم و نه هم اطاعت و تطبیق میکنم. یعنی این تعهد دوم است که انسان مسلمان با خواندن لا اله الا الله محمد رسول الله به الله تعهد میکنه که یا الله ما
امی تعهد ما چی است که فقط از احکامی که تو تعیین کردی، حلال برام تعیین کردی اطاعت میکنم، حرام برام تعیین کردی از او دوری میکنم، جایز برام تعیین کردی از او استفاده میکنم، ناجایز برام تعیین کردی از او دوری میکنم، اوامر برام امر کردی اونا را اطاعت میکنم، چیزای را نهی را نهی کردی از او دوری میکنم، حق برام بیان کردی که این حق است او را قبول دارم، برام گفتی که اینی باطل است، باطل میفهم که باطل است، تو تعیین کردی که باطل است از او دوری میکنم. این کل چی است؟ پس اینجا انسان مسلمان با الله تعهد کرد که یا الله با تو تعهد میکنم که تمام احکام تو رو تطبیق بکنم و قوانین طاغوت ها و قوانینی که ضد شریعت توست نه او را قبول میکنم، نه او را اطاعت میکنم و نه او را تطبیق میکنم. یعنی ما شریعت الله را قبول دارم، اطاعت میکنم و تطبیقش میکنم و قوانینی که ضد شریعت الله است نه او را قبول میکنم، نه از او اطاعت میکنم و نه هم او را تطبیق میکنم. و سومی تعهدی که انسان مسلمان داره که یا الله من تعهد میکنم که عبادت و اطاعت خویش را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدم. یعنی تعهد سوم است وقتی میگم محمد رسول الله به این معنی که من اطاعت و عبادت الله را به طریقه کی میکنم؟ به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. محمد صلی الله علیه و سلم چه قسم عبادت کرده؟ من همون قسم عبادت میکنم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم شریعت الله را قبول کرده و در مدینه منوره تطبیق کرده و حکومت ساخته و نظام ساخته و او را تطبیق کرده و تنفیذ کرده، اونمو قسم به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم من شریعت الله را قبول میکنم و تطبیق میکنم بالای خود و بالای زیر دستای خود و در زمین الله میخوایم که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم این تطبیق بکنم. پس این سه تعهد انسان مسلمان است. خب اگر پرسانتان شود در سوال امتحان که تعهدات سیگانه کدام یکی هست، بخیزین شما مثلا بگوین که با الله سبحانه و تعالی چی تعهد دارین. هر کدامتان میگه که ما با الله سبحانه و تعالی سه تعهد دارم. مثلا سوال امتحان شما نامت چی است؟ نامت نوشته میکنیم من احمد ولد فلان. مثلا اگر ما باشم شاگرد در پارچه خود نوشته میگم که این جانب عبدالظاهر که تخلصم داعی هست، تعهد میکنم سه تعهد با الله دارم. تعهد اولم این است که یا الله بغیر از ذات تو هیچ کس دیگه را عبادت نمیکنم و فقط عبادت تو را میکنم، مستحق عبادت تو هستی، تمام عبادت های فکری، قلبی، زبانی، بدنی، مالی و تشریعی فقط برای تو انجام میدم و هیچ مخلوقی را در عبادت تو شریک نمیسازم، ولو که مخلوق پیغمبر باشه یا ملائکه باشه یا ولی باشه یا هر چیزی باشه، بنابراین ما او را در عبادت تو شریک نمیکنم. خب تعهد دوم ای است که یا الله من فقط شریعت تو را قبول دارم، از شریعت تو اطاعت میکنم و شریعت تو را بالای خود تطبیق میکنم و واسم که برسه کوشش میکنم که به خاطر تطبیق شریعت تو مبارزه بکنم و آماده هستم که مثلا خونم به خاطر تطبیق شریعت تو بریزانم و در راه تو خود شهید بسازم و تو شهادت من را قبول بکنی و تا که میتونم این نظام تو را که نظام خلافت اسلامی هست، مثل ابوبکر صدیق، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق کرد، مثل که آدم علیه السلام خلافت اسلامی را در زمین تطبیق کرد، موسی علیه السلام تطبیق کرد، داوود علیه السلام تطبیق کرد که یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض، و این میخسم سلیمان علیه السلام، و این میخسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این میگه خلفای راشدین، خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر فاروق، خلافت علی رضی الله عنه، خلافت عثمان رضی الله عنه، خلافت تمام خلفای راشدین و خلافت عباسی ها و خلافت اموی ها، مثل این میواره نظام و شریعت و احکام تو رو در زمین الله میخوایم تطبیق بکنیم. با تعهد سوم چی است؟ یا الله ما به تو تعهد میکنم که امی اطاعت از عبادات خدا، تمام عبادات خدا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدم و همچنان از شریعت تو اطاعت به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنم و بر خود طریقه دیگه نسازم و کسی دیگه که طریقه ضد طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه او را هم قبول نمیکنم، بلکه فقط طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول داریم. و به این شکل ما سه تعهد خود شما هم امی قسم سه تعهدتان بیان میکنین و باید امی سه تعهد انسان مسلمان داشته باشه. از این خاطر انسان مسلمان
قبل از اینکه تخصص داشته باشه تعهد می داشته باشه. ما قبل از تخصص ما اگر تخصص یک کس انجینیر است یا دکتر است یا هر چیزی هست، اما قبل از او چی هست؟ یک انسان متعهد است، تعهدش با الله هست. پس ما من حیث یک انسان مسلمان متعهد در زندگی خود زندگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.